یه نفر یه کاری برای من انجام میده، یه ایدی براش میکشم، یه پول بیشتری بهش میدم، طرف ذوق میکنه، حال میکنه، کیف میکنه، 100 بار منو دعا میکنم اونجا. خب اگه پول نداشتم این میتونست این دعای خیر، این حال خوب رو بگیرم به سمت خودم جذب کنم؟ قطعا نه. خب معلومه وقتی من اینا رو میبینم میگم که آقا پول بیشتری باید زندگیم بشه، چون من میتونم با پول حال آدما رو خوب کنم، کیفیت زندگیشون رو بالاتر ببرم، اصلا دعای خیر برای خودم بگیرم. شما هر چقدر بیشتر پول داشته باشی میتونی به آدمای بیشتری کمک کنی. هر چقدر بیشتر پول داشته باشی دیگه ذهنت از این دغدغه‌های مسخره فکستنی کوچولو موچولو خلاص میشه، میتونی کارهای بزرگتری برای خودت و خانواده‌ت و جامعهت انجام بدی. تمام آدمای تاثیرگذاری که توی جامعه داشتیم و کارهای مفیدی انجام دادن که به نفع جامعه بوده، آدمای پولداری بودن. مدارس رو کیا ساختن؟ آدمای خیر پولدار. بیمارستان‌های خیریه رو کیا ساختن؟ آدمای خیر پولدار. شما نگاه کن فقرای جامعه چه خدمتی به جامعه کردن، ثروتمندای جامعه چه خدمتی به جامعه کردن. اصلا توی محله فقیرنشین یه آدم ثروتمند میاد یه خونه خوشگل بزرگ جذاب درست میکنه، به متراژ و قیمت خونه‌های اون منطقه اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی برکت داره با خودش میاره. وجود ثروتمندا برکت اون محله، اون خانواده، اون خاندانه. نگاه کنید خودتون، ببین توی خاندان خودتون از یه جایی که یه آدم پولدار پیدا شد و یه آدم ثروتمند شد، نسل عوض شد از اونجا به بعد. خب این اگه اتفاق خوبی نیست پس چیه؟ اینا رو توضیح دادم که بدونی اگر حست نسبت به پول یه حس گناه یا حس بدیه، این حس رو برای تو ساختن، یه کاری کردن که تو این حس رو فکر کنی درسته و برای خودت بپذیری. در واقعیت این شکلی نیست و وجود نداره. سومین مانع پول یا رزق، نسلا در نسل خانواده شما فقیر بوده، یعنی یک سری باورها یا ترمزها یا دیدگاه‌های اشتباهی نسبت به زندگی و پول توی خانواده شما داره نسل به نسل میچرخه. یک سری باورهایی وجود داره که این باورها از جنس فقره و خانواده تو به تو هم منتقل کرده و تو هم این باورها رو داری. این مانع سوم رو افرادی که تو خانواده فقیر به دنیا آمدن دارن. افرادی که یه نگاه به گذشتهشون میندازن، میبینن که نسلا در نسل من فقیر بوده، یا اگرم فقیر نبوده ثروتمند نبوده. اونا باید حواسشون به این مانع باشه. اما اگه نه، برمیگردن میبینی خودت تو خانواده پولدار به دنیا اومدی، خاندان تو هم خاندان پولداری بودن، یعنی پدرت، پدر بزرگت، پدر بزرگت آدمای پولدار، ثروتمند، مرفهی بودن. این مانع رو تو نداری، خیالت راحت باشه. خیالت 100% راحت باشه این مانع رو نداری. یعنی از این سه تا مانع سوم نداری، خیالت راحت، روی این دوتا اول کار کن. اما اگر مثل من توی خانواده به دنیا اومدی که توی خانواده چشم باز کردی، حالا مثلا به یک ثروتی رسیده پدر خانواده، بعد تا رفتی تو جامعه دیدی تمام اون ثروت با خاک یکسان شده، هیچی، رفته تو منفی. یعنی جواب طلبکارا رو دادن، اون دزد و پلیس بازی‌ها، هزار جور داستان دیگه‌ای که تو سن کم توی فشاری قرار گرفتی که به یک سری چیزا فکر کنی، دغدغه‌ت یه سری چیزا باشه، یه سری جاها بری که مناسب سنت نیست اصلا. اگه مثل من گذشته‌ای داری که می‌بینی هیچ کدوم از افراد خاندانت نمیتونستن تو شرایط سخت به شما کمک کنن،